دوستان و همراهان چاپ پارچه سوسی، همونطور که می‌بینید تکنیک چاپ دیجیتال سابلیمیشن که البته نوع جوهر این کار به نام سابلیمیشن هستش که معروف شده به چاپ پارچه سابلیمیشن. روش ترانسفر هست، در واقع چاپ در دستگاه چاپ دیجیتال همونطور که می‌بینید روی کاغذ ترانسفر طرح چاپ میشه و طی یک عملیات حرارتی با این دستگاه روی پارچه طرحی که قبلا روی کاغذ به این شکل چاپ شده برگردون میشه و خروجی کار همونطور که میبینید پارچه هاییه که برای لباس، مبل، اکسسوری و کالای خواب، انواع اقسام مصارفی که در سطح جامعه میبینید، همه طرح‌هایی که روی پارچه ها هست به روش چاپ سابلیمیشن روی پارچه هایی که ترکیبات مواد پلی‌استر و نایلون دارن خوب جواب میده. و برای پارچه های نخ پنبه نوع جوهر متغیر میشه و راجع به اون هم توی ویدیوهای بعدی صحبت خواهیم کرد.